бозам салому алайкум бародарои азиз. Ин миноксидил бисёр ҷода дидагӣ. Миноксидил оригиналша у чизе ки дар қади кӯча рехтагӣ у чиз нест бародарои азиз. И оригинал миноксидил барои риш ва мӯи сарай як чанд фоидаҳои дига ҳам дорад ки бисёриҳо иро намедонанд. Барои маълумоти бештар бо мутахассисои ширкати шифофармо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ва ҳамчунин доставкаи бепул консултатсия бепула гиред. бародаро медонед ин чи ай? Ин шампуни моли Дубай ай. Медонед барои чӣ фоида мекунад? Барои мулоим кардани риш. Бо барои дига чӣ ҳам фоида мекунад? Мехоҳед донистан? Ин номерро дар рӯи экрана занг бизанед. Москва любой станция метро доставкаи бепултон мекунем. Алхамдулиллаҳи роббил аламин والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار بسیار بخشنده، از الله بی نهایت با رحم دعاگو هستم که خدای مهربان عاقبت کار همه ما بندگان را به خیر بگردانه. الله مهربان هر یک مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکی که داریم با فضل کرمت حاصل بگردانیم. الله مهربان دعاگو هستم که در این ملک ما، در این دیار ما فیض و برکات نازل کند، آفت و بلاها را الله مهربان دور گرداند. الله مهربان دعاگو هستم که جمیع مهاجرهایی که ما داریم هر جا که باشین خداوند در پناه رحمتش نگهبانتان باشه و خداوند همه مشکلات ها را بالای سرتان دور کنه. با اون نیت و با اون هدفی که شما از خانه بیرون شدین که مبلغ به دست بیارین و صحت و سلامت با گشته به خاندانتان بیاین، الله مهربان نصیبتان گردانه و موفقتان بگردانه. الله مهربان دعاگو هستم که محبت ذات خودش، محبت پیامبرش، محبت جمیع عبادت ها را در دل ما به همیشگی نگه دارد. برادران خیلی عزیز و گرامی، در روزهای قرار داریم که در دولت های مثل ترکیه و مثل سوریه و بسیار یک زمین جنبی خیلی کلانه به سر این مردم آمد و خیلی ضررهای هم جانی و هم مالی بر بالای این مردم آمد. برادران عزیز و گرامی، همه ما باید دعاگو باشیم که خداوند این مشکلات و این سختی را هم از بالای سرشان دور گردانه و جمیع آن بندگانی که در این زمین لرزه از دنیا گذشتند خداوند رحمت و مغفرتشون کند. جمیع آن کسانی که فرزندها را از دست دادند، نزدیکاشون را از دست دادند، خدای مهربان صبر جمیل در دلهاشون، در قلبهاشون الله مهربان عطا فرمایی. و الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند از این گونه سختی ها، از این گونه عقابهاش ما و شما را هم نگهبان باشه. و الحمدلله رب العالمین که از طرف ملک ما و شما هم برای ضرر دیدگان خیلی یک یاردم کلان فرستاده شد و همچنان نفرهای برای نجات اون مردمی که زیر او سنگ و زیر او خاک ها ماندند، اینها هم روانه شدند
و بسیاری از برادران را دیدم که در دیگر منطقه های روسیه هم برای ضرر دیدگان کمک میکردند. خدای مهربان همه این خدمت ها را به درگاهش مقبول گردانه و الله مهربان دعاگو باشیم که خداوند از این گونه مشکلات و سختی هاش ملکای ما و شما را هم حفظ نگه بدارد. برادرای عزیز و گرامی، من چند سوال های در پیش دارم. میخواستم اون سوال ها را به سمع شما رسانم. سوال اول همین است که یک برادر سوداگر است ولی بالای سرش رهبر دارد. یعنی این سوداگری بگیم سوداگر است. سوداگری مقصد مالی من است. من در همونجا وابستش کردم که همین اشیایی که من دارم، همین مالی که من دارم، همین چیزی که من دارم، همین ها را با فلان مبلغ می فروشی. سوال آمده است که اگر همین سوداگر اگر من همین عینک مقصد گفته باشم که همین را 50 سامان می فروشی، اگر همین سوداگری من همین را 70 سامان فروخت، یعنی از نرخی معین کردگی بلندتر فروخت، آیا همین پول برای سوداگر حلال است یا حرام؟ برادرای خیلی عزیز گرامی، اولا وقتی شما را یک کس باور میکند و در نزد همو مال و اسبابش تو را میگذارد، باید که ما به قدر باوری همو انسان باید برسیم. همون ما را همچو آدم مسلمان، همچو آدم مؤمن، همچو آدمی که خیانت نمیکند، فریب نمیکند باور کرده و وقتی آورده مانده است، باید ما در همون باوری و اعتقاد همون انسان کورنمکی نکنیم. سوداگر وقتی این مبلغ برای او حلال می شود که اجازت از همون مالدار، از همون بگیم دکاندار، از همون رهبرش اجازت بگیرد که اگر مبادایی که همین 50 سومنه و من همین اگر یکی 60 سوم فروختم اجازت میتی؟ بگه نه اجازت نمیتم، دیگر توی را حقی بلند کردن این نقشه نداری. اگر به شرطی که ایرا باید هر یک سوداگر با همون دکاندار مصلحت کند که یکی مبادا یگان نرخ من قیمتتر، مقصد یگان آدم پولدار و مالدار میاد من میره قیمتتر بفروشم، اجازت میتی؟ اگر وی اجازت داد، مقصد این دیگه این مبلغا بعد برای تو زیادتی اما حلال میشود. لیکن با اینجا دم یک گپی دیگر هم است که وقتی اجازت داد باید که تو از روی انصاف کار کنی. همون مردک وقتی در بالای همین یک مبلغ ماند است که 50 سوم شده است، با بالای ده با تو یک نرخنامه دیگر مانی، با ده حق برادرای مسلمان جبر می شود. برای همین مبادایی که یگان 10 سومه 20 سومه بالاش ده ماندی، مادامی که پرسیده برای تو حلاله. لیکن وقتی که اگر نپرسیدی و مبادایی که خیلی نرخی قیمت فروختیش، یعنی بالای هم ده 20 سامان 50 سامان یا 100 سامان همون ده ماندی، اگر همون را بگاهی همون دکاندار اگر آگاه نکنی، همون مبلغ زیادی که تو فروخته برای تو حرامه. باید همون نفر آگاه کنی که من همین روز همین چیزی 50 سومه تر 100 سوم فروختم، همین 50 سومه چیکار کنم؟ همون مرده بگه آشد شوه بخشیدمش حلال. اگر بگه که مقصد بسیار خوب مرش، حق همون آدمه، حق داره که همون را بگیره دستیت. برای همین هیچ وقت یگان کاری را برادرای عزیز پنهان ای چشم همین نفرهایی که شما را باور کردن یگان کار پنهانی نکنی.
بسیار است. انسان برادرای عزیز بسیار حریصه، بسیار حریصه. یعنی همیشه مقصد نفس آدم بسیار مال دنیا را دوست می‌داره. در همجا وقتی مبلغ زیاد میبینی یک مبلغش میدزدی، بعد یک کار است که میگن همین تاجیکا میگن دزدی و غری پس گوی خر میگن. یعنی اگه گوی خر بینه چند قدره، با معنایی که این دزدی و غری یعنی یک روز نه یک روز آشکار میشوه. یعنی هیچ وقتی را تو بردوام کرده نمیتونی. این طرف همه باوری میبرای، همه کارخانه پیشت میکنن، هم خوردگیات همه برای تو حرامه. ببین چند قدر زیان به توی، چند قدر ضرر به توی. برای همین برادرای عزیز و گرامی هیچ وقت همون دکاندارا را خیانت نکنین، هیچ وقت فریب نکنین. خدا خواه بعد برکت میابی انشاءالله. بعد یک چیزم فراموش نکنین که او دکاندار هم آدم ایتا ساده نیست. ممکن تو خطا اگر زیرک بگیری و از همون کسه همون بگیم هر روز یک مبلغی میدزدی یا باراش قیمت میفروشی، او هم فهمیش داره، او هم در اونجا آدم داره، یا همو هم حس میکنه. اگر او بفهمی بود و خود ساده میشید صاحب کمال دکان نمیشید. از همین لحاظ دادارای عزیز بسیار احتیاط کنین که چند طرفه زیان میبینین. هم دنیاییتون زیان میبینن، هم اخرویتون زیان میبینن. در برابر یعنی که تا از اینجا فریب کرده و از این آدم مبلغاش میگیری یا اینکه باراش قیمت میفروشی، تا اگر نمازخوانم که باشی نمازات پیش الله مهربان قبول نیست. زیرا خدای مهربان در قرآن میگوید ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای کسانی که ایمانی با خدا دارید، اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت که. یعنی اگر تا لقمه حلال نباشد عبادتی تو پیش خداوند هیچ قبولیتی نداره. این چیزها امروز به نهایت زیاد شده گرد، به نهایت زیاد شدن که همون دکاندارا را، همون نفرهایی که باور کرده و میآین و همین ها را مقصد جای کار میتن و شرایط میتن، بین باز مقصد اینا خیانت چون میکنن. برای همین این سخن مرا برادر عزیز همچی یک برادری خودتون قبول کنین و اگر مبادای تا امروز میدزدیدی چیکاری میکردی، یکی اگر همی صدای من به گوشت رفت، الله مهربان دا توبه کو و او مبلغایی که اگر دزدیده باشیم تا اونها را پیش همی دکاندار اگر قائل نشای او برای تا حلال نیستن. من باوری دارم که هم دکاندارها را اگر پیش دا قائل شای بگوی برادر عزیز من تا همین روز مقصد نمی مقدار مبلغ از همینجا گرفتگیم، اینا همش همینجا دست. امروز در دل من ترس خدا در آمده است. برادر عزیز من بعد من دیگه کار نمیکنم. برادر عزیز بگوی مرا ببخش، خداوند بخشیدن دوست میداره، همون دکاندار با میبخشد، همون باورت میکنه. این است برادر عزیز حکم شریعت در راست شما. سوال دیگری آمده است که خب یک نفر در یک مسئله قسم میخورد، مثال میگد که خانم حرام که من همین کلمه را نگفتم، من همین سخن را نگفتم یا من همین کار را نکردم. اگر به شرط در همینجا دروغ گفته باشد خانش حرام میشود. یعنی کلمه حرام برادر عزیز یک طلاق باینه. باید از سر نوی آدم ملا میاره، شاهدها را میاره، با زنش یگان مقدار 1000 سامانه 2000 سامانه مهر میته، بعد نکاح میکنن، بعد زندگیشون حلال. همینجا هم با از 3 طلاقی که در پیش مردک بود الکه یک طلاقش رفت، یعنی 2 طلاق دیگه داره. خدای نکه یگان بار دیگه اگر باز طلاق کنه قطعی یک طلاقی که کردگی بود با به قطعی جمع میشود. برای همین بسیار همین مسئله هم امروز زیاده. به خانه حلالم قسم،
خانم حرام، زنم طلاق. وقتی این چیزا را میگین، وقتی در برابرش دروغ میگین، خانه‌تون حرام میشه. برادر عزیز، بسیار احتیاط کنین. مسئله بسیار مسئله نازکه. خب مسئله دیگری که در اینجا گفتن برادر عزیز، بیرون از زمین تاجیکستان ما بسیاری فرزندای هستند که زبان تاجیکی را گم کردند. آیا برای پدر و مادر اینها یگان مصلحتی دارید یا ندارید؟ حقیقتا برادران عزیز، اکنون سفرهایی که من داشتم طرف روسیه بود. چندین شهری که رفتم با بسیاری از همین تاجیکای خودمان، وقتی که من مهمان شدم در خانه‌شون، فرزنداشون زبان تاجیکی را گم کردن. زبانهای تاجیکی را دیگه گپ زدن نمیتونن. فقط روسی گپ میزنن، فقط بگیم انگلیسی گپ میزنن، بعضی هاش حتی نیمیسی گپ میزنن، بعضی هاش خیتایی گپ میزنن. من در همونجا با اونها صحبت کرده بودم، ولی باز هم در پیش من سوالی آمده است. من بر تمام همون پدر، مادر، هر کسی که سرپرستی هم فرزنده را دارن، وقتی که شما به اهمیتی کنین یا به اهمیتی کردین یا به اهمیتی میکنین، همین فرزندای شما وقتی زبان تاجیکی را گم میکنن، یک نشانه بگیم بیناموسی، یک نشانه بیننگی، یک نشانه بگیم که همین هویت ملی نداشتن شما هست. این بسیار یک جنایت کلان در حق همون فرزند ای جانب شما پدر و مادرای، که وقتی زبانی تاجیکی خودشا که وای تاجیکای، وقتی زبانی تاجیکی خودشا نمیدانه، برادر عزیز، ایتا اگر با تاجیکی گویم مردن شما واری و همون گونه نفرهایی که زبانشون گم کردنن مردن شما بهتره. این بسیار یک جنایت کلانه، بسیار یک خیانت کلانه. مردم بیرون، خیتایی ها، امریکایی ها، روس ها آمده در اینجا زبان آموزی کردن که زبان تاجیکی ما را یاد بگیرن، که یک زبانی هست که بسیار یک تمدنی بزرگ داره. یک زبانی هست که ما قبل این زبان ممکن دیگر زبان ها نبود. یکی شما وقتی به پروایی کردین، به اهمیتی کردین، خیلی و خیلی باور کنین شما در پیش همین ملک و ملت و مردم و همه باور که گناهگاری. حتی من در همونجا دیدم بعضی هاتون وقتی فرزندت میخواد با تاجیکی گپ زنه، در خانه با نمیمانیش تاجیکی گپ زنه، با تو قطعیش روسی گپ میزنی. با بعضی هاتون به همین افتخار میکردین که فرزند من روسی گپ میزنه و یعنی زبان تاجیکیش گم کرده. این قدر شما به عقلین، این قدر شما بفهمین که یک زبانی مثال بگیم مادری خودش گم کردگی در این باید که شما باور کنین مصیبت بگیرین. باید شما مقصد سرتون در دیوال بشکنین که این چی کار بود که فرزند ما زبانش گم کردگی. مایلش همو صدیق میروا، مکتب میروا، کجای میروا نمیروا، در خانه حتما زبان تاجیکی قدی باید شما قطعی صحبت کنین. هر چیزی که از همون عرف ها و چیزهای ملی که ما داریم اونها را گم نکنن. وقتی من پیش فرض میدرآمدم خانه شما، فرزندتون کلان در یک کنج خانه شدگی، در دستش مقصد همون یک تلفنش یا در دستش مقصد همون کامپیوترش، پیش مهمان نمیخیزن، نمیدانن که پیش مهمان خیستن در کار، قطعی مهمان سلام کردن در کار. خداتون میدیدم که چاینکای چای در دستون خراک که شما میارین، فرزندتون در همجا شتگی هست. حتی فرزندای شما در برابر خودتون در آمدن نمیخیزن. ببین عرف و عادت های همونجا را گرفته، چخیل شما خودتون احساس میکنین.
تو فردا آخی ای فرزند باید یک خدمت و ای فرزند یک خوبی به تو برسه، به این تربیه کردگی پگاه خار میشه، باور کن زار میشه دیگه، همیشه در حقی و دای بد میکنی. بسیار تربیه ها را گم کردگین. بعضیاتون فرزند وقتی خانه در میمون میومد نوجد دستاگیره که در دستش خوش آمدی با میمون سلام کردن، دستی را گرفتن، پدر در اونجا میشونه میگه بشین من خودم خدمت میکنم. از همین لحاظ بین همه این چیزهای مثال آدابهایی که حتی داشتیم گمشون کردیم. من مقابل نیستم که فرزندی تو زباندان باشه، همه زبان را بگذار بدانه، ولی در مد اول زبان تاجیکیش مهمتره، ضرورتره. این چیزا برادر عزیز به نظر بگیرید، این چیزا به نظر بگیرید که همون فرزندای شما مقصد زبان تاجیکی را گم نکنند. هر یک تعطیلی که می شود، هر یک تعطیلی تابستانه می شود، همونها را گرفته بیارید تاجیکستان، پیش ماماش و پیش باباش و پیش مثال تقایاش و پیش امکیهاش در همینجا بیستن، در همینجا مقصد انس بگیرن، بفهمن که می تاجیکن. برادر عزیز و گرامی، مسئله خیلی مسئله جدیه، باور کنید خیلی مسئله جدیه. من از همین پیش خودم و اینام خودم میگم حیف بر همون پدر و مادر یا همون سرپرستایی که در مسئله گم کردن زبان فرزنداشون سهم دارین. حیف بر شما، باور کن، حیف، هزار حیف بر شما. یک زبانی زیبا، یک زبانی شیرین، یک زبانی بهترین که آدم ها آمده در اینجا هزارها، ده ها هزار دلار صرف میکنن، زبانی تاجیکی میآموزن. حتی چیزی تیاری مادریش از وجودش دور کردی. ها بچه ما روسی گپ میزنه و بچه ما نمیسی گپ میزنه. این بفهمی شما را ببین، این بیسوادی شما را ببین، این بیمهری و بیصداقتی شما را ببین. حتی کسی که در همین کار میگم سهم داره باید خودش تاجیک نگه دیگه. ای بای برای شما باور کن. صدقه همین نامی تاجیکی و صدقه نامی همین زبان تاجیکی کنه. همون کسایی که در همین مسئله بی‌پروایی. خب سوال دیگری که در اینجا آمده است، برادر ما گفته است که اگر پدرم از دنیا بگذرد من میتونم که یگان لباسی همه را برای خودم بگیرم. برادر عزیز و گرامی، در ما وقتی مادر میبرد یا پدر میبرد یا برادر میبرد، مردم ما در یک عجیب عادتی هست، اینا من شریعت نمیگم، عادت هست، میگیرن همون لباس های حتی هم تازه همه را میشوان مقصد خیلی دزمال میکنن، بعد در دیگرها صدقه میکنن. میلش کاری خوب، ولی بعضی اگر کسی که یگان لباسی از یگان کس بگیم فلانی مرد است لباسی هموی، بعضی آدم تبش نمیبرداره، تبت خیره میشود. اگر در اون خانه هم نشوانش، مثال در همین مرده که گرفته است همین میشوه میپوشش، این خوبه، این هم با یک صدقه در حق جانی همون مردک میشود. ولی برای فرزنداش هم درسته که همون را استفاده برن. اگر همون پدری که گذشته لباساش ده، اگر همین فرزندای خودش نیاز داشته باشد، همین فرزندای خودش بپوشش. یا اینکه اگر به شرطی که شما مثال نیاز نداشته باشینم، یگان همون کرته همون رای، یگان کستومی همون، یگان مقصد تاقیشه، یگان جیلکشه، همون را شما گرفته در خودتان همچو یادگاری، یک نشانه از پدرتون در خانه‌تون مونی یا از مادرتون. من یک برادر حاجی را
وقتی خانهش در مهمان شدم گو بسیار مادر من دوست می داشتم. بعدا میگه وقتی از دنیا گذشت میگه مادرم یک کرته همون را میگه گرفتم و برای خودم بالیش کردم. یعنی تکسری میگیم یا بالیش میگیم. ای کرته همون میگه گرفتم و همون تکسری که تای سر خودم را میکردم کرته همون را گرفتم بالیش کردم تا که همون را کی که میبینم مادرم پیش نظر می. برای همین خوبه بگیرین از همون یگان نشانه های همون را لباس های همون را بگیرین در خانه برای خودتونه برای فرزنداتونه یا برای نشانه های مقصد خوبه یگان زیانی ندارد. اجازت های مقصد. خدا نگهبانتون باشد. خب سوال دیگری که برای من اینجا کردن در گردن هر یک بنده مؤمن و مسلمان همین چند بار حج کردن مقصد ضرور است. هر کسی که برادران عزیز وقتی که مبلغش برای رفتن حج میرسد، اگر امروز بگیم حج یعنی مقصد من حج فرضیه، اگر این سال اینا بگذار $5,000 می شود یا $6,000 می شود، بغیر این 5,000 که در دستش آمده است این آدم قرضدار نباشد، این آدم مقصد به خانه و به در نباشد، فرزندکاش و شرایط خانهش همه نقض باشد. در این صورت حتی تا رفتن و آمدن شد همون من استطاع الیه سبیلا آیت قرآن میگه تا رفتن و تا آمدن شد حتی در خانه یگان کم بوده نباشد همیشه در گردنش فرضه که رفته حج فرضی کنه. یعنی در عمر برادر عزیز یک بار حج فرضی کردن وظیفه هر کدام ما و شما هست، یا یک بار حج عمره کردن در گردن ما و شما سنت مؤکده است. یک بار اگر نفرهایی که حج فرضی را مبلغش ندارن و حج عمره را دارن یا میتونن رفته حج عمره را بکنن، اینا هم همچو حاجی روز قیامت به حساب میروند. اینا هم حاجی هستند. برای امکانیتی فقط به همون حج عمره بود. و کسی حج فرضی کرده است در عمر یک بار فرضه و یک بار حج عمره. دیگر اینایی که تکرار میکنن و 3 بار و 4 بار و 5 بار و 10 بار برادر عزیز اینش بگیم بگردن اینها دیگر نه فرضه نه واجب. ولی شاید بعضی که نفرهای هست که بسیار میلهاشون زیاده، محبتاشون مقصد به اون خانه کعبه زیاده، ممکن در یک سال 2 بار 3 بار میروند. اکی محبت ہے برادر عزیز. من در این راستا هیچ وقت کسی را ملامت کردن نمیتونم یا بگیم که عیب گرفتن نمیتونم، ولی از این در مهمتر شما گفتنیم که اگر در گردن ما یک بار فرضی و یک بار عمره اگر گویم فرض باشد و سنت باشد، اگر مبلغایی که من بعد به دست ما میاد یا که ما اگر خواهیم که 2 بار و 3 بار رویم، اگر همون را ما برادر در بیماری هایی که در همون جاهای زیست من داریم، کمبودی هایی که حتی در همون محله های خود من داریم، ببینید نیازمند هایی داریم برادر عزیز و گرامی که خیلی هر کدام تان میدانین کسی در کدام کوچه و محله زندگی میکند، همون بعضی کمبودی هایی که هست، بعضی ناداری هایی که هست، شما از این آگاهی دارید. اگر مبلغا را در اونها صرف کنین همون برابری که حتی در حج فرضی چی مقدار ثواب بود همون مقدار الله مهربان در نامه اعمال میرسد. حتی من در حدیث خواندم که کسی نفری بیوزنی را، کسی یتیمی را، کسی اگر یک نیازمندی را وقتی دستش میگیرد نیاز او را میبرارد، همچون در میدان جهاد بگیم حتی مجاهد چیزی که مجاهد ثواب میگیرد همچنان میگد در نامه اعمال یعنی آدم ثواب همون را نویسانده میشه.
аз ҳамин лиҳоз агар бародарои азиз ин маслиҳати ма ҳам барои кадомед ки агар писанд биёяд, аку меояд намеоядаш мақсад барои ман муҳим нест, вале ман назари дина бояд назари шариата бугум ки аз ин да муҳимтар дигар, барое ки дигар дар гардани мо фарзияту воҷибӣ дигар тамом шид. яъне агар ман ба ҳамин як бори ҳаҷ кардагимам агар дигар наравамам, аллои меҳрубон фардои қиёмат мара ягон намепурсад ки чаро ман ҳар сол барои ту имконият дода будам, чаро нарафтӣ? зеро аллои меҳрубон дар гардани ман як бор ҳаҷа фарз карда буд. ба ҳамин хотир боқиша агар мо дар камбудиҳои имрӯза агар мо сарф кунем, бовар кунем нур болои нур мешавад, нур болои нур мешавад. худои меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дар охир аз аллои меҳрубон дуогӯ ҳастам ки тани сиҳату эмони комилу саодати дунё ва охирата ҳамаи шуморо насиб гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.